خدای مهربان دیلی مرده را، حالی دیلی انسان هم میبره برادر عزیز. دیلای ما در داخل خدا در قرآن میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. گناه هایی که ما میکنیم، معصیت هایی که ما میکنیم، نافرمانی هایی ما میکنیم، خدا میگه همین نافرمانی ها، همین گناه ها، همین دوری ها سبب میشود دیل انسان سیاه میشود، از سیاهی تبدیل به زنگ میگیره. رانش زنگ زدن ای آی دیلار هم ششتن لازمه برادر عزیز. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت دیلار بشوین، دیلار بشوین. صحابه ها گفتن دیل در کجا بشوین؟ پشاک اگر چرا بگیره او را ما مقصد پاکیزه میکنیم، یک جا غش شد او را تازه کنیش معلومه، اما دیل ای داخل سینه چگونه بکنیم ما بشویم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مجالس ذکر ده بشینین دلای شما به این واسطه شسته میشه. حضرت لقمان فرزندش گفت نشست نزد علما اینقدر خوبی داره که علم و حکمت خطیتر نصیحت میکنن. دیلی که تو سیاه کردی به گناه و به معصیت، دیلی را که پر از زنگ شده است، احترام به پدر نمانده است، احترام به مادر نمانده است، احترام به کلانتر نمانده است، احترام به همسایه و قوم و جمعیت نمانده است. برای چیه؟ برای که دل سیاه شدگی است. حالی مردم ما یک گپی نادرست میگن، یک گپی نادرست مقایسه نادرست میکنن. همین شما هم شنیدگی هستین، میگن پیشترا امر معروف کمتر بود و همین نصیحت ها کمتر بود و مردم ساز بودن. حالی هر چقدر امر معروف زیاد شده مردم بدتر شده. این غلطه به خدا قسم. پیشترا امر معروف بسیار بود، هر پدر و مادر نصیحتگر بود، هر مسافر نصیحتگر بود. هیچ مسافری در کوچه نمیگذاشت که فرزند او کوچه را نصیحت نکنه. این غلطی بالکل. امروز امر معروف کم شده است، امروز نصیحت کم شده است. فقط در دوشی علما گذاشتیم، نه پدران نصیحت میکنن، نه مادران نصیحت میکنن، نه کلانتران نصیحت میکنن. امروز همه مسئولیت در گردن همون 4 داملا مونده، اما امر معروف کدی سودیه. پیشترا به خدا کلانترای نیجه شیشتگی ان. دسترخوان میشیده ای بسم الله سر میکرد نصیحت پدرت. بچه‌م بسم الله گفتی؟ حالی بچهش 20 تا 30 در رفته کلمه لا اله الا الله را درست نمیدونه. یک هفته پیش 35 ساله مرده که میگم کلمه لا اله الا الله را بگو، کلمه لا اله الا الله را درست گفته نمیتونه. پیشترا مردک ای بسم الله سر میکرد، تعلیم میکرد فرزندشه، ای الحمدلله شروعش میکرد، تاقیب از سر شد نصیحتش میکرد. بچم شروع کردی خوردن بسم الله بگو، بود کردی الحمدلله بگو، خدا را شکر بکو، کوچه برآمدی کلانتر حرمت کو، یک مسافر دیدی دست بگی سلام کو، داش بگی. کدام پدر امروز همین نصیحت میکنن؟ امروز این نصیحت ها را نداریم ما. میگن که امروز امر معروف بسیار شده، مردم یه بارتا بعد. نه، این مقایسه غلطه. پیشتر امر معروف بسیارتر بود، مسجد کمتر بود، لیکن نصیحت زیاد بود. هر خاندان صاحب نصیحت بود، هر خاندان نصیحتگر داشت. چی مادرای خوبی نصیحتگری داشتیم پیشتر. این روز مادرها اگه جا نصیحت میکنن، درنگا پرینگ پردن داد توی معرکه را بود نمیکنن، متریال دوزی و سرخ سفیدی را بود نمیکنن، نصیحتت میکنن. پدر ابوبی لقمان حکیم، و ما را چی مانشیده لقمان حکیم نمیشیم؟ برای چه لقمان حکیم هزارها سال شد نامش به حکیمی آمده صدای مردم لقمان حکیم میگن، مرد زن میشناسن. این لقمان حکیم همین رنگی ما و شما انسان بود، هیچ چیزی ایما زیادی نداشت، اما یک خصلت خوب داشت که همیشه نصیحت میکرد. حضرت فرزندش گفت فرزندی عزیز، نشستی نزد علما برای تو اینقدر خوبه که دلت اگر زمان سیاه شد، ای هر طرف فشارا، ای هر طرف دعوتا در هر دور و زمان بود. این زمان ما و شما دم بیشتر شدگی است. امروز هر تلویزیون به خودش دعوت داره، تلفن به خودش دعوت داره، این کوچه ها به خودش دعوت است. همه یه مقصد خطیه. برای چی اینترنت حال همین یوتیوب،
حسابات کردن 500 سال در کار بوده که امروزه زپسی که در یوتیوب هست دایکو امروزه نمی حاضره که زپسایی که در یوتیوب پرداخته 500 سال وقت در کار بوده که الان روزه زپس یوتیوب ما تماشا کنیم و تمام شود. برای چی؟ این همش دعوته، همش به اصول خودش به سوی خودش دعوت میکنه. کل حزب بما لدیهم فرحون. خدا میگه حضرت لقمان گفت این تاثیرات در دل تو حتما تاثیر خودش میگذاره، این دعوت ها تاثیرش میگذاره. وقتی نزد عالم دشیشتی، نزد یا نصیحت گردشیشتی، این دل تو را میشوه، دل تو را میشوه ای سیاهی ها. فإن الله یحیی القلوب بنور الحکمه. خداوند به نور حکمت، حکمتش علمه، نور داره علم، به نزد اهل علم ششتی به نور علم خدای مهربان دل سیاه، دل زنگ زده ما را چیکار میکنه؟ میشوه، از بین میبره زنگای دل. کما یحیی الارض الموات بوابل السماء. حضرت گفتن چگونه که زمین میبره خشک میشود از زمستان و آب باران خدای مهربان در بهار میباره این زمین خشک سیاه شده هیچ سبزی نداره، خدای مهربان دوباره زندهش میکنه. دل ما و شما را بهارش، دل ما و شما را آب بارانش، آب زنده شوی دل ما و شما برادر عزیز مجالس علمه. خدای مهربان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره کهف دستور میده. در سوره کهف نگاه بکنین، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. صدق الله العظیم. خدای مهربان میگه حبیبی من همیشه هم نشین اونهایی باش که صبح و شام یاد خدا میکنن، ذکر خدا میکنن، مجالس ذکر دارن. در این نشست اونها هیچ مقصد دیگر نیست، فقط یاد خدا هست، رضای خدا به نظر میاد. بیای دل چو قلب کف با مرد خدا بنشین. حضرت مولوی میگو خدا رحمت کنه. بیای دل چو قلب کف با مرد خدا بنشین. قلبش سگه برادر عزیز، سگ. خدای مهربان در قرآن مثال میزنه، مثال برای ما انسان ها. این سگ عبرت بگیر. سگ ابابی دمی نیکار گرفت. خدا میگه در قرآن سگ دمی شخصیت های خوب گرفت، فهمید که از پس همیا برم به جای میرسم. یک عالم نصیحت نگاه کردم، میگه ای پدرش انا مثال میاره، میگه بچه که یاش بودیم پدرمون نصیحت مون کرد، گو بچه می خطی همی مولا بچه ها بگرد، علم مای خود نکنی خطی همی ها بگرد. گفتم چی با؟ گفت که اگر صاحب علم هم نشیدی زیان نمیکنی. همین سگی اصحاب کف همین طریق گوینی زمان عادی قطعی گفته. همین تاجیکای خودمون یکی مصطفی داره، عالم مصطفی ده نگاه کردم نصیحت چه گفت که پدرم گفت که بچه می اگر علمم نگرفتی همین سگی اصحاب کف پس همین نیکار رفت نامش در قرآن یاد شد. تو زیان نمیکنی. سگ که دمی نیکار رو بگیره، چرا تو دمی نیک نگیری؟ زیان نمیکنی، برای بچه می دمی میره. حضرت مولوی همیشه میگه بیای دل چو قلب کف با مرد خدا بنشین. مثل سگی اصحاب کف عبرت بگیر. نخواست سگ مقصد بدانه پس کی را رفتن شه. سگ حس کنه که ما مقصد ای پس همیا برم زیان نمیکنم، ما فرقیت نداشته باشیم، ما مقصد همین حسیات نداشته باشیم، ما مقصد خودمون برتر میتیم کو. ما میگیم ما انسان بهترین، مقصد مخلوق خدایم کو. حضرت ابوبکر چی نصیحت شروع میکنه، میگه بیای دل چو قلب کف با مرد خدا بنشین، گریزان شو ز غافل با گروه پارسا بنشین. ز زهر صحبت ناکس کنعان غرق طوفان شد، برا از غافلان نزد حضوری اولیاء بنشین. حضرت ابوبکر میگه ز زهر صحبت ناکس کنعان پسر حضرت نوح، حضرت نوح پیغمبر اولوالعزم، بچهش کنعان بچه پیغمبر. وقتی همنشینی خوب انتخاب نکرد، وقتی نشست خوب انتخاب نکرد، رفیق خوب انتخاب نکرد، غرق شد. دوستم زهر داره، ما میگیم مار زهر داره،
در ما شعار همی مار میگیم زهر داره احتیاط بکو. اگر نمی قاگه چوب بارین باشنم ما و شما به همین از این جستگیمون همون مار میترسیم. برای چی؟ برای زهرش که زهر قاتل داره. رفیقای هستن که شریعت میگه اینا زهر دارن، قرآن میگه زهر رفیق داره، هیچ کس این زهر نداره. رفیق ناخوب قرآن قصه میکنه که زهر داره که ایمان تا ایبین میبره، ایمان تا ایبین میبره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم ما یخالف. انسان در دین دوستش است، نگاه بکنین که دوست شما کیه، هم نشین شما کیه، شما در کجا نشستید. حضرت میگه بچه نوح پیغمبر علیه السلام وقتی هم نشینی بد انتخاب کرد، زهر دوست ایره هلاک ابدی کرد. هلاک ابدی که خدا در قرآن گوه نوح دیگه ای بچه ایت نیست، ای بچه ایت نیست. ما به شخصیت ما ننازیم برادر عزیز. به مقصد بچه عالم بودن، به بچه سیدزاده بودن، به بچه فلانی بودن، به دارایی داشتن، بچه مقصد فلان دارا هستم یا که خدم دارا هستم، اینا ما را مغرور نکنه برادر عزیز. اینا جایی ناز و کرشمه نداره. ما باید هر کسی هستیم نیستیم پایبند امر شریعت باشیم و همنشینی داشته باشیم که ما و شما را به نصیحتاش اصلاح بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم که ای جلساء این الخیر، ما مقصد دوستا بسیار داریم، لیکن از همین دوستامان ای همین همنشینامان بهترین همنشین کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت سه نشانه اگر دوستو داشته باشه بهترین همنشینه، دامنش بگیر همنشینش باش که ای فایده بسیار میبری. یکی از نشانه های همین سه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن حدیث مبارک ده، گفتن رفیقی باشه که همیشه تر نصیحت بکنه، همیشه تر ای خوبی ها بگن و ای بدی ها تر بر بگردانه. خدای مهربان توفیق ما و شما رو بیشتر گردانه. چنین نشست ها را پروردگار برای هممون و برای جامعه در هر خاندانی، در هر قطعه زمین تاجیکستان عزیز ما، در هر قطعه روی زمین خداوند چنین مجالس نصیحت را، مجالس ذکر را خداوند بیشتر گرداند. خداوند مهربان علمای نصیحتگرای ما و شما را علاوه خصوص در رأس همه اینها این بزرگوارایی که در روپروی ما شدیان، استادای عزیز، خداوند حفظشان بفرماید و زبانشان همیشه به نصیحت ما و شما خدای مهربان نگه بداره. پروردگار مهربان گذشتگان این خاندانم رحمت و مغفرت و همه شما را خدای مهربان در پناه رحمتش نگه بداره. عاقبت کار همه ما و شما را به خیر، ایمان و سلامت برادر عزیز و خیلی گرامی دعاگو باشیم که خداوند این برادر ما هم قاری ابراهیم برای هر یک حرفی که پاداش داره، ثواب داره، برای این بیانی که کردم خداوند در نامه اعمالش نویسنده کنه، جمیع گذشتگانش رحمت و مغفرت کنه و علای مهربان در بین این ملت و در بین این مردم بسیار صاحب شرف و عزت خداوند نگهبانشون باشه. برادر عزیز بسیار انا صحبتی بود که اگر یک نفری که مقصد نمیفهمید که همنشینی چی نفع داره، چی فایده داره، اگر چندی صحبت قاری مختصر بود، ولی انشاءالله یک فهمیش و یک درک پیدا کرد که حقیقتا همنشینی برای ما و شما بسیار نفع کلان داره. الله رحمت کنه حسین واعظ کاشفی را میگو با بدان کم نشین، با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند.
یک لحظه دیده آفتاب با ابر اگر یک جای شود دنیا تاریک میشه. همنشینی آفتاب با ابر دنیا را تاریک. ولی برادران عزیز و گرامی، همنشینی بسیار نقش مهمی داره، بسیار بسیار مهم است. در انتخابش باید که بسیار اهمیت تیم با کی میشینیم، با کی دوستی میکنیم و این گونه لحظه ها را نشستنم برادرای عزیز انا بسیار برای خودتان یک نشستی مهم بشمارین که بسیار در کار بونه. بسیار چیزی که قاری هم یادآور شدن که قلب انسان وقتی قلب که زنگ میزده است، این حضرت میگه لکل شیء ثقال و ثقالة القلوب ذکر الله عز و جل. یعنی اگر ما همین پیاله حاضر بعد چای خوردن ما یگان داغک پیدا کنه، خیلی هست که حاضر هر یک ماده های برامه که هم یک میگیری فیری رکم ترک میشکیش تازه یلترس میکنه. قلب هم اکو مقصد برای اونی که جلابته میگه برای قلب تازه کردن از سیاهی و سختی از همون زنگ هایی که یاد کرد انمی محفل های ما در کاره. قلب ها که پاک شید تازه شید برادر عزیز، همین دل که پاک باشه انشاءالله شما خودتان در راهی درستین، در راهی نیکین. زیرا پیامبر یک اشاره داره که در وجود هر کدام یک گوشواره اگر با صلاحیت میاد با صلاحیت میاد کلی بدن، اگر فاسد شود فاسد بشود کلی بدن. آگاه باشید او دل است. برای اگر دلهای ما پاک باشد انشاءالله همه کاری ما پاک نیکنیم. انشاءالله صحبت نوبتی را دوستا در که دوملو انشاءالله آغاز میکنه. یکون لحظه که با حضرت نصیحت ما میکنه در خیلی ما یک چیز دیگه ایلوه میکنیم و همین بعد خدا خواهین اگر سوالاتون باشه سوال میتین نباشن دعا میکنیم با خفتن ما میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. الحمد لله که این بیگاه بسیار در این ماه مبارک محرم قرار داریم و این سالی نو هم است. سالی نوی 1443 در آمد. این امروز ششم روز باشه، پنجم ششم ششمی محرم است. این همی سالی نومونه شش روز گذشته. سالی نوی 1443 هجری ششه. الحمدلله که بیگاه بسیار پرفیض و با برکات در خاندان برادران نشستیم برای آباد کردن خونش دعوت کردن که در اینجا چی شود؟ قال الله قال رسول صدا بوده. البته که سخنهایی که از حاجی حضرت گفتن برادر قاری گفتن داغی همه روزی داغی روز است برای ما و شما. هم یک کم ترک نگاه کنیم، چند قدر سال پیشینه را نگاه کنیم، امروز را نگاه کنیم. نشنیدن صحبت و نشنیدن امر معروف، نشنیدن نهی منکر، نشنیدنش جامعه حیوانی می شود. حیوانی می شود. حضرت مولوی می گفت که گر نبودی علم عالم راهبر از وطی مادر نمی کردی حذر. اگر همین علم عالم نباشه، کتابا نباشه، امر معروف نباشه، نهی منکر نباشه، انسان حتی مادرش ازش فرق کرده نمیتونه. همه یکی محرم و نامحرم کی به ما تعلیم دادی را علما. برای مولای رو میگه گر نبودی علم عالم راهبر از وطی مادر نمی کردی حذر. گر نبودی باغبان این سر میگردد خراب، آدمی بی تربیت مانند اگر خر می شود. حضرت میگه همین بی تربیت مانند خر می شود. اگه در همین عصرهای طولانی که حضرت آدم تا این روزا ما میبینیم یگان خر آدم نشیده است، ندیده است، را کسی تصورم نداره، باورم نداره. خر آدم نشیده است، نه که آدم خر شیده است. کارای بعضی آدما کردن، عملای کردن که باور کنین حتی خر او عمل نمیکنن. اینمی تربیه جوانان را روزی حضرت ها بیان کردن
یک بار همه رو مونه بگردونیم اروپا و امریکا و قسمت های ترقی کرده را ببینیم جوان ها چگونه هستند. در ده گوش گوشوار زدگی حلقه زدگیه، در پتکی بنیش یک حلقه دیگه زدگیه، در میجوهاش اینمی پیلکوی چشم ده همتری با حلقه زدگی نگینه زدگیه، لواش شکوف کردگیه در لوا حلقه زدگیه، سر همین تا توجی خروز اوری موندگی دو بریگش ترشیدگیه. ای چی آدمگریه، چی انسانگریه ببینن در اون نه آداب نه اخلاق نه هیچی هست. از اون نه مردی میبروید نه جوان مردی میبروید نه غیرت میبروید، هیچی ندارن او. فقط چی هست همون برای شهوت میروند. تا برای شهوت رفتنش این خیلی نیسته که دویم در راه شهوت بروند. بعد عاقبتش چی میشوند؟ امروز استاتیستیک آماری که در دنیا میبینیم 99% خودکشی ها در غیر مسلمان ها، کسانی که مسلمان نیستن. در مسلمان یگون خودکشی هم شود یا حسابی جین داره یا کسل روحیه یا عقلش کمه، اما در او همه آدمای کلانشون عاقبت کارشون همون ویتامین ایمان و اسلام و محبت خدا و پیامبر در همون قلب نمیرسه. وقتی که نرسید به هیچ آرام گرفتن نمیتونن، به خودشون هلاک میکنن. این همه چی هست که از اسلام دور بودن، از قرآن دور بودن، از حدیث دور بودن. حضرت مولایی میگفت عمل کن جمله گفتاری عزیزان. عزیزان هستی که میگه عمل کنیم که هر یک مصره که این بزرگ گفتن خون جیگرشون قطعی و مصره را نویسانده گن. از پدرها مونده مادرها مونده زیادتر او است که اثرهای اثر سخنهای او موندگیه. عمل کن جمله گفتاری عزیزان، مشو آلوده با این بی‌تمیزان. رفیق اهل کمیاب از هشدار، حذر کن از قرینهای دل آزار. بیرو بینشین به نزدیک کژدم و مار، مرو در پیش هر شیطانی مکار. ببین کژدم و مار زهر داره، زهرت میزنه هلاک میشه، لیکن میگه برو باشی قطعیمو، اگر زهرت بزنه هلاک شه یا درجه میبری. مرو مشو در پیش هر شیطانی مکار، لیکن جوی کژدم و مار اگر رفیقت گیره این کش بشه چی؟ اینمی گیره این کشوی هستن، نه پدر نه مادر نه وطن نه زن نه فرزند. همون لومکد اومد یک کشیدنی گیره اینشه، همین توجیکستان رو در یک کشیدنی گیره اینش میفروشه، زن فرزندوشون رو در یک کشیدنی میفروشه. این چی است؟ از او کژدم مرده بدتره. کژدم مر هلاکش میکنه تمام یا درجه میبره، اما این چی است؟ هلاکش میکنه، هم دنیاش برباد رفته گه هم آخرتش برباد رفته گه. ببین کشد هادی تو را در راه مسعود، برد گمره تو را در راه مردود. هادی هدایت کننده کسی که نصیحت میکنه و پند میگه و از زمانش مثال پندگو نصیحتگوی اولین پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه قدر پند گفت بعدی و صحابات دوام دادن تا امروز رفته صحیح. یه چی است؟ فقط چی است که در راه چیش میبرن؟ مسعود، سعادت، خوشبختی. برد گمره ترا در راهی مردود. گمره در یک راهی میبره که رفته در دوام چی است؟ یک چاه هست که در چاه میزنی به همون تمامی. یک آیه مبارکه سوره منافقون که در اینجا برادرمون نسیم و نوروز هم بیان کردن که پدرمون هم خیلی علمو را دوست می داشت، مردم را دعوت میکرده، دسترخوان داشته. البته کاری هر کس نیست، اینجا هم بیان شد یا گفت کاری هر کس نیستیم. این چی است؟ از رفتار خصلت حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است که میگن با چی چیز سبب تر خدا خلیل گرفت دوستی خودش. میگه یک سببش همی است که در حیاتون تنها طعام نخورده، همه تنها طعام در خونش در عمرش نخورده بوده. هیچ کس نمیشه کسی را به یک بحنا میورده قطش میشنده یا پیله چوی میگفته است یا یک کاردار میگفته میورده است چیم کاری کرده تنها نخورده است. همه به مردم خوردن و دسترخ اینه همه استفاده کرد یا خانواده هم قدر همه در جوش استفاده گه. این برکت های. خب انا همه چیز صفت حضرت ابراهیم خلیل. دیم گو بچی دیم به خاطر خداوند خلیلم گرفت میگه که امر دوستم از غیر دوستم مقدم دونستم.
یعنی هر چیزی که دوستم فرمود گپی را گرفتم، هر چیزی که غیر دوستم گفت گپی رو نگرفتم. امروز اگر ما قیصه کنیم که خود ما چگونه هستیم، یک افت یا بلا میآید، چیز میآید که چند قدر رو به خدا میاریم، چند قدر دعا میکنیم. یعنی مردم بعضی از همین یکون چیز تلفن میکنه شکایت. اگر نه تو شکایت نکی او را نگو نصف شب خیدر کرد نماز بخون رو به پروردگار بیار. خداوند میگه تو یک بار یا الله بگو خدا 1000 بار لبیک میگه. خداوند در سیاکی اخیری شب آسمان دنیا میپرسد که آیا هست کسی که از من حاجت بخواهد، هست کسی که طلب مغفرت کنه. خداوند خودش ارحم الراحمین است، پدر و مادر در مهربان تر. الله ذوالجلال بیان میکند استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که الله ذوالجلال میگه ایمان آوردید، خطاب خداوند فقط به مسلمانان است. یعنی اگر در قرآن یا ایها الناس باشه کافر و مسلمان هم در یک است، همه آدمی روی دنیا ده. یکی یا ایها الذین آمنوا شید فقط ای کسانی که ایمان آوردید به خدا، ای کسانی که مسلمان هست. خداوند میگه هلاک نکند شما را مالهای شما و فرزندهای شما. هلاک کردن به معنی مشغول نسازد شما را مالهاتون و فرزنداتون از ذکر خدا. بعد میگه و من یفعل ذلک، کسی که اگر به همین مشغول شود به فرزند و به مال و ملک و دعوادش، خداوند چی میگه؟ اولئک هم الخاسرون، و از جمله زیانکاران هستند. او کسی است که یک ضرر کرد، او کسی است که فایده ندیده که دیگر. مال داشتن خوب است، زن و فرزند و دنیا داشتن خوب است، این البته که همه وقت اسلام نمیگه که مثل ترک کنی زن و فرزند خانه و در همه را آباد باید کنی. خداوند در قرآن آدمیزاد گفت که جاعل فی الارض خلیفه، در زمین جانشین خود من خلق میکنم. جانشین پروردگار در روی زمین چی از این آدم است که آبادش کنم. پس چی است که اگر هر چقدر هم که باشم آدم باید که چیکار کند؟ از ذکر خدا، از یاد خدا دور نباشه. کو ببینیم خودمونه که آیا در نماز جماعت چگونه اشتراک میکنیم، در رمضان چگونه طاعت عبادت روزه میگیریم، چند ختم قرآن میکنیم، فرزندامون چند قدرش قرآن خونه، دخترامون چند قدرش قرآن خونه نماز خونه است. آیا دخترامون شرم حیا و مثلا که حجاب بجو میارن یا نمیارن، در خاندان و زنامون قرآن خون هست یا نیست. همین را باید که ما و شما رعایت داشته باشیم. اگه ببین که از همینجا برای نفقه همین زن و شکم زن و فرزند شده مردم خیلی روسیه میره و چند میلیون که در همونجا کار میکنه، خدمت میکنه، در یا بی دین بی مذهب بی ایمان کار میکنه جمع گیر میکنه، میگیره میاره و این طرفش آباد کرده است، اما او طرف دیگرش چگونه کردی؟ آیا تربیه و تعلیم دینی کردی و نکردی؟ پیشتر همون سخنا رفت که مثلا که دیگر مثال در بود همون مسافده و کمپیرکو هم بودن، بگه که میشید جمع شو میکرد در همونجا یک قیسه میکرد یا یک سخن میگو بچه میکاره بکو بچه اون شنیدگی بدن. همون چی از همون گواب زدنی همون اسلام تا این روز با ما شما وارده رسونه. خداوند میگه که مشغول نسازد شما را مالهای شما و فرزندهای شما از ذکر خدا. کسی که مشغولش بسازه اگر او از جمله زیانکاران. حضرت صاحب مسلک بیان میکرد وقتی که انسان از دنیا که گذشته شد مول در خونه قبر بردن ماندن شد چی عملی کرد بعدا روح میویه و جسد میبینه. حالا جسد بو گرفتگی و کلمش زده است و مثلا که دیگر بو تف دیگر خیلی از زیاد چیزگی آدمیزاد بسیار بوی گنده داره. در اینجا طبیبا هستن ولی میدونن اگر همه خلاجوی همین توجیکستان جمع کنن اگر بوی یک آدم ایو در گنده تره بوی آدم نمیکشه ضرر ندونه که بوی ایره ببین در حالت جراحی هم مرا محکم میکنن، سر پریچکه میکشن، هم مرا فوکه محکم میکنن. وجود آدم همین خیلی زهرای داره، بوی بدی داره که انسان طاقت کرده نمیتونه. بعد روح میاد جسد میبینه علاکه همین خیلی شده است. بعد نفس گب میزنه نگه مردر و برانسوی بود جان شیرین نظر کند از دور میبی گوید به نفس ای بدکش هم به من ساختی و هم برخیش.
عاقبت حال این چنین بوده چون نکردی عمل و فرموده. عاقبت حال همی بوده برای چی عمل نکردی؟ این هممون جنازه را میخونیم در پیشمان 4 تکبیر میگیرن میبرنش. جان نیست، حرکت نیست، سخن کرده نمیتونه، هیچی. همون باید عبرت مون شوه لیکن نمیشوه. ببینده باید گم میزنه عاقبت حال این چنین بوده چون نکردی عمل و فرموده. بعد چی میگه؟ با این که میخیستی و میخفتی زن فرزند مال میگفتی. این که میخیستی و میخفتی زن فرزند مال میگفتی. بعد در اون حالت خودش تنها کرد، نه خانه نه مال نه زن نه فرزند نه یار و رفیق نه همسایه. بعد چی میگه؟ بی‌وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ خداوند که میپرسد گپ میزنه قطعی. بی‌وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ بنده بودی ولی زنا مردی، بندگی را به جا نیاوردی. با کدامین عمل کدامین حال میروی نزد حضرت متعال. پس برای همون روز رفتنش باید که ما شما توشه تیار کنیم. و هر کجا که یک محفل میشه یک اهل علم است حتما کاری کنیم استفاده کنیم که یا حدیث بگه یا یک مسئله بگه یا چیزی از دین شریعت ما بگه که همین فایده جان ما و شما میشه. همین قدر ما و شما فایده میکنیم. هر ساعتی که بشینیم هیچ از حسابات برداشته میشود. اجر و پاداش و ثوابش دیگه همون قدر به اندازه هسته که در زمانی که پیامبر صلی الله پیامبرا که او نیستن، دوام دهنده کاری پیامبرا، دوام دهنده کاری او علمی او کتابی او شریعتی او چی است ورثه شما چی هستن؟ علما هستن. همون را باید که استفاده کنیم. این وقتمون بیهوده نگذارونیم که امروزه ببین هر فلانی را اکثری همین میرفتگی را ببینیم. برادرای عزیز عبرت برای ما و شما، فقط چشم خیرت نداریم. یک نفر شد چند قد پیش نصیحت کردن، خدا رحمتش کنه به همین کسل مرد، کروناویروس قطعی مرد. انشالله کسی به کروناویروس از دنیا گذشته میشه مرتبه شهید میوه. این وبای مرتبه شهید میوه. همون آدم خدا رحمتش کنه ثروت داشت، همین قدر دو دستگاه داشت که $40,000 دا اپارات خریده که هم کیسلارود هم شیشوش کار میکرده، توزا میکرده، فلان و پکان دیگر $40,000 اووردش مرد. هیچ فایدهش نکرد. پس اکه چی است اکه؟ این همه عبرت برای ما و شما. یا یک نفر دیگر منصبداری کلان که عمره به همه کبر غرور قطعی گذارانده بودن تا منصب کلان او در قسمت های که وطنه ما بود از دنیا پیش گذاشتنش دیگه هیچ فایدهش نکرد. بعد اگه دکتر نقل کرد، بعد من یک کیسلا رو در گرفتم تریو و گفت که هیچ که فایدهم نداره و از یک چیز پشیمانم، فقط از یک چیز اشاره هم تکرد نکردم. همه کاره سجده نکردم، در تمام عمرم سجده نکردم، خدا را پرستش نکردم. اینه برای همین یمینا برای ما و شما درس عبرت هستند. خداوند خاندان برادران پرفیض و برکات بیاره. همه ما و شما را خداوند توفیق هدایت و محبت ایمان و اسلام و قرآن در دل ها منجا